سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. همینطوری که میدونیم ما ایرانی‌ها خیلی خرافاتی هستیم و به خرافاتی بودنمون هم خیلی معروفیم. مثلا میگن اگه پسر بزرگ خانواده تو حیاط نمک بریزه بارون میاد. خب من رفتم اینو امتحان کردم و نتیجهش الان با هم میبینیم. خب ما داریم اینجا امتحان میکنیم اگه پسر بزرگ خانواده توی حیاط نمک بریزه بارون میاد یا نه. یه خورده نمک ور می‌داریم برای پسر بزرگ خانواده میگه. نمک ور می‌داریم میریزیم قشنگ جاهایی که میخوایم بارون بیاد. یه خورده صبر میکنیم. خب همطور که براتون میگفتم الو آرمی جون، قربونت برم، میری خودت تو حیاط نمک بریزی پسر گلم؟ آخه تو پسر ارشدم هستی عزیزم. مامان من نمک بریزم توی حیاط؟ آره به خدا ما حیاطمون خوش شده دی، خود بارون لازم داره. برو قربونت برم، برو. نمک آخه خوب نیست، آخه خب خوشتر میشه که اگه بریزم. خیلی خوب باشه. خداحافظ. یا اینکه میگن اگه زن حامله ویارش به ترشی باشه بچهش دختر میشه. خب حالا شاید دختر نخواد، شاید پسر بخواد، اون موقع باید ویارشی بکنه. یا اینکه میگن اگه کف دستت بخوره قراره پول زیادی به دستت بیاد. آخه منم نمیدونم چرا انقدر دستم میخوره. مثل که ویدیو سوممون نگاه کردیم، میدونم شاید ویدیو اول دوم خیلی خوب نبوده باشه، ولی خب به مرور زمان بهترش میکنم. اون راه خوشتون اومده باشه لایک و شریاتون نره، سابسکرایب بکنین. مرسی که نگاه کردین. تا ویدیو بعدی خداحافظ.